بیشتر گفتگو میکنیم روی همین موضوع با شینکای کروخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. خانم کروخیل، چرا چنین طرح پیشنهاد شود؟ سلام. من فکر میکنم که یک تعداد کسانی هستند که واقعا تبلیغات نادرست را برا مندازند و مشکلی که با حکومت یا حاکمیت طالبان دارن او را میخواین که به اصطلاح مربوطی همه پشتونا بدن. من فکر میکنم که این خودش یک عمل کاملا نادرست است و این تبلیغات نادرست و ملاقات ها و یادنامه هایی را که با سیاسیون و پارلمان های جهان و شریک می سازند باعث از این شدن که بعض وقت اونا در خلای معلوماتی یا معلومات نادرست قرار می گیرن و چنین طرح را پیشنهاد میکنن، در حالی که این کاملا یک دیدگاه یا یک ریکارد کاملا نادرست است. و من فکر میکنم که یک تلاش نادرستی بود که اونا این کار با سیاسیون سوئیس اجرا کرده و اونا در یک عالم بیخبری چنین اقدام را میخواستند که کیها خانم کروخیل، کیها این اقدام را انجام دادند؟ یک تعداد کسایی هستند که در بعضی سازمان ها وجود دارند که اونا متاسفانه که بسیار خود را مدافعین حقوق بشر. میشه لطفا نام ببرین از من نام کس را نمیبینم. من فکر میکنم که ما نمیتونیم کل سازمان ها را محکوم بسازیم. اصلا انسان های انفرادی که امی رقم که جرم به صورت میگیره در ممالک اروپایی یک عمل فردی و شخصی است. امی رقم انسان های بوده که در سازمان های مختلف وجود داره و متاسفانه که از آدرس همون سازمان ها میرن همچون ملاقات های را میکنن و معلومات نادرست را میکنن و یک جبهه‌گیری بسیار ناسالم را مقابل یک هم گرفتن. من فکر میکنم این به نفع افغانستان هم نیست و به نفع همون خانه و یا آقایی که کار کرده به نفعشان نیست. استدلالی که در طرح مطرح شده و گفته شده که پشتونها در مقایسه با سایر اقوام افغانستان کمتر مورد تهدید قرار دارند، چنین چیزی از دید شما درست است؟ این کاملا نادرسته. ببینید، من فکر میکنم که با وقتی جمهوریت که همه باقی افغانستان از کمک ها مستفید میشد و برنامه های انکشافی، متاسفانه در زیادترین قسمت هایی که در جنوب افغانستان بودن از این برنامه ها محروم بودن. مکاتبشان بسته بودن و یا سوختانده شده بودن، کارهای انکشافی صورت نمی گرفت و نه تنها که از این مزایا و برخوردار نبودن، از طرف دیگر با اطلاعات و معلومات نادرست یک تعداد اشخاص همیشه یا بالای بمباردمان صورت گرفتن و باعث تلفاتشان شده. من فکر میکنم که در وقتی جمهوریت هم اینا بسیار مظلوم واقع شدن و وقتی که طالبان میان زیادترین کسانی که قربانی میتونه جنوب افغانستان است. شما ببینید که اچکزایا بالاتر خودشان که اچکزایا شریک ساخته بودن، حتی در 2023 گفتن که بالاتر از 3000 تنها از یک قوم اچکزای کشته شده. ببینید یک مثال هایش است و در جاهای دیگر همچنان. حتی همین مکاتب و یا انستیتوت که تیبی که در باقی افغانستان چند ماه قبل بسته شد، وقتی که طالبان اونجا در قندهار از اول بسته شده بود، از این که از اونجا کسی خبر یا راپور گزارش دادن نمیتونه و یا در اونجا اصول بسیار قوی از طالبان وجود دارن، اما با مانع از این نیست که اونجا جرم یا جنایات یا نقض حقوق بشری صورت نمیگیره. من فکر میکنم که زیادترین قربانی را به مردم دادن و امروز متاسفانه از روشنفکرای ما که به نام مدافع حقوق بشر فعال هستند معلومات نادرست را به جامعه جهانی ارائه میکنند. درست. سفارت افغانستان در ژنو وضاحت خواسته، کافی است؟ من فکر میکنم که چطور میتونه که به شأن ما در جریان نبوده و یک چنین اقدام صورت گرفته. اونا باید از این مسئله از اول با خبر میبودن و مانع از این میشدن و اونا مسئولیت دارن که همچون تبلیغات نادرست را با جلبش را بگیره، برای که در اخیر روز هر پشتون طالب نیست و هر طالب پشتون نیست. این بسیار جرم یک عمل فردی است و اگر طالب کدام عمل نادرست و اجرا میکنه، قربانی اولش هم پشتوناست، برای که اونا مطبوع افغانستان است و به نفع افغانستان نیست. و من فکر میکنم که این معلومات به نفع افغانستان نیست که ارائه میکنن. خانم کروخیل، مسئولیت طالبان به صفت حاکمان کشور و کسی که وابسته به قوم پشتون هم هستند چی هست؟ چرا که در اینجا مشخصا از قوم پشتون نام برده شده؟ ببینید، غلط است اگر ما بگیم که جنبش نمایندگی از کل ازبک میکنه و یا جمعیت از کل تاجیک و یا وحدت از کل
هزاره ببینید جرایمی که در دهه 90 صورت گرفت نه از کابل 85,000 کابلی کشته شد. آیا مسئولیتش هم اقوام داره؟ به این صورت اگر اکثریت از این طالب‌ها به زبان پشتو تکلم میکنه و یک گروه ایدئولوژیکی هستن که اونا دیدگاه مفکوری خود را داره، به این صورت نماینده پشتون نبوده و او را نادرست است که او را متعلق به پشتونها. خانم کروخیل، شما راه حل در چی میبینین تا جلوی چنین طرح‌ها و پیشنهادات در آینده گرفته شود؟ من فکر میکنم که ما باید بسیار منصفانه عادلانه برخورد کنیم با قضای افغانستان بدون از اینکه ما تبعیض قومی و سمتی و لسانی را داشته باشیم. من فکر میکنم یه عمل جرم یا خیانت بر افغانستان یک عمل فردی است و این نمایندگی از هیچ قومی نمیکنه. نفع مردم افغانستان است که یک دیگه خود را بپذیرند. در افغانستان هر کس در این 50 سال و یا در این 5 دهه متضرر شده. من فکر میکنم افغانستان خانه مشترک ماست و این خانه مشترک توسط یک همبستگی، همدلی و همزیستی هم نگاه میشه و هم در او تغییر مثبت خواهد آمد و این درست نخواهد باشه که یک قوم را بزرگ شما با مربوط طالب بدانید و در اخیر روز من فکر میکنم هر کس که کار کرده این با نقص افغانستان و با نقص خود قوم که فکر میکنه که نماینده‌اش است. سپاسگزار از حضور شما در برنامه. خانم شینکای کروخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، وقت شما بخیر.